هرچی که ما تا حالا در روزه ها شنیده بودیم ما تو میناب دیدیم. ظلمی که در میناب اتفاق افتاد بی‌نظیره. 168 نفر انسان در یک مکان آموزشی به شهادت رسیدند، اما اقتداری که در این مادران بعد از اون واقعه من دقیقه به دقیقه و جای جای این حوادث چند روز دیدم، مادرانی دیدم که در مکتب زینب سلام الله علیها درس فرا آقای جهانگیری، من توی تشییع جنازه میناب یک مادر شهیدی رو دیدم جلوی پیکر دخترش ایستاده بود مثل کوه و دعای الهی عظم البلا رو با یک صلابتی میخوند که خدا شاهده 10 بار دیدم و هر 10 بار زار زار گریستم و حسرت خوردم به این صلابت و به این صبر. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و معول فی الشدة و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای شریعتی، اون مادری که شما دیدید 2 تا از بچه‌هاش شهید شده بودن، امین و مهدیه. اما امین بچه 6 ساله کلاس اول 8 بار بپ ای بچه تو سالونن مختلف گشت دنبال پیکر امین، چیزی ازش نتونست پیدا بکند. مادر اون شهید تو این جمعه. به نام خدای روزه های مکشوف و به نام خدای خیمه های سوخته، روز 9 اسفند 10 رمضان 404 آروز هست توی خونه یارم که صدای انفجار بلند بود و به سمت مدرسه با بچه کوچیک 7-8 ماه خدا بیدم رفتم سمت مدرسه. اصلا توی مسیر فکرم نکرده که همچی اتفاقی برای مدرسه پیش خونده. واقعا یه امیدیم هسته، فقط صدام از یا ابوالفضل یا امام حسین یا حضرت زهرا. نگاه همه بچه هم کن. توی مسیر چند جا زمین خوردم ولی بلند بودم. بلند بودم به امیدی که برم بچه اون خواست که مدرسه بیارم. از هرم طاقت لگه زینب صدا ولی وقتی که رسیدم مدرسه آوار بودم و هیچ بچه ای دیگه نهسته اونجا، فقط پدر مادرونی هستن که صدای بچه ها خوش ازن. یکی گفتی علی، یکی گفت مریم، یکی گفت زهرا، یکی گفت فاطمه و هیچ جوابی کسی نشنید. صدای بچه ها همه زیر آوار گیری کردن و وقتی که مدرسه دید واقعا صحرای کربلا برام مجسم بود. واقعا آروز همش به حضرت زینب فکر من کرد. خیلی اون هست در دور محمود نگفت شد دعا کن ایشالا بچه اونت سالم از زیر آوار بیان بیرون. ولی وقتی مدرسه هم دید دلم گفتی که اصلا هیچ کس از زیر مدرسه سالم بیرون نده. مدرسه ای که آواره، دود، همه چی در حال سوخته، نه حتی بوی موی سوخته بچه هم به من شام ما خورد. زمانی که توی حیات مدرسه هستم یک کاوری شو با عبور شد داخل آمبولانس.
قلبم بای کاور رو همش اگه دعا کن بچه اونت سالم بیان بیرون، ولی قلبم دنبال کاور رو همش حس من که امینم توی کاوره. بازم 1 2 روز 3 روز گشت امین پیدا نبود. همش بابایی عمو همه رو دنبال گشتن که بلکه امین پیدا بود، ولی هیچ نشانی از امین نهست. و روزی که به خودم برشو برای شناسایی پیکر بچم کسی قبولی نکرده، گفتم ببری خودم حسم گفته نتونم به امین پیدا کنم. امین منتظر من. وقتی که رفتم به سمت سرخونه همش دنبال پیکر سالم بچه خواه گشت. فکر رو نکرده بچه میتو بود. وقتی که رفتم کاورم یکی بازم که یعنی خداوند حضرت زینب ابوالفضل به من همچی صبری دادیش. از یه مادر خیلی بعیدن که بتون توی یه همه چیز بگرده دنبال بچه. واقعا توی مسیر از رهبر شهید خم خواست، گفتم آقا تو رو خدا کمک کن دست امین بذار تو دستم. ولی وقتی رسیدم یه صحنه خیلی بدی است، ولی مقاومتم که گفتم من حتما نتونم بچه خود پیدا کنم، باید پیدایی کنم. گشتم کاور 3 یا 4 فقط یه مش موه خاک سره تو مشت خونم که گفتم نه این قابل شناسانی امین نن، بوی شهید داد ولی بوی امین من نن. رسیدیم به یک کاوری که همش دست و پایم. توی کاور تقریبا 20 تا همش فقط دست و پای بچه و من تک به تک ای دستون و ای پاون با جزئیات تمام نگام که تا بتونم یه چیزی امین پیدا کنم. دنبال دستی هستم که انگشتر داخلیش هست، دست راستی انگشتر عقیق قرمزی هست، ولی دست راستی ندید. دست چپ از روی نشانه های ناخونی که کوتاهی کرده ناخونونی خراب و گفتم مامان برو بعد از مدرسه که اوندی برای درست کنم. و خداوند این نشانه اینا که من بتونم دست امین خود پیدا کنم. و خدا را شکر کنم که تونستم پیدا کنم.